بارها شده تو مسیر حرکتتون با وسیله نقلیه توی این گودال‌ها بیفتید و خیلی هم عصبانی بشید. آخه هم به وسیلتون آسیب میزنه، هم ممکنه باعث تصادف و خدایی نکرده خسارت جانی بشه. اما راه حل چیه؟ چطوری میشه به شهرداری راجع به این مشکلات اطلاع داد که مشکل برطرف بشه؟ با سامانه 137 یا نصب اپلیکیشن چشم شهروند از کافه بازار میتونید این گزارشات رو به شهرداری بدید یا اگه ایده یا مشکلی دارید در اونجا ثبت کنید. بله، دیدید که مشکل به همین سرعت و راحتی برطرف شد. صبر کنید، یه پیامک براتون میاد که وارد لینکش میشید و میتونید عکس قبل و بعد از برطرف شدن مشکل رو ببینید و اونجا از شما رضایت سنجی برای نحوه انجام کار پرسیده میشه. سامانه 137 در خدمت شهروندان عزیز برای رفع مشکلات شهری شماست.